6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت این کشور می‌گذرد و حالا مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است. طبق ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تقریباً 97% از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان علاوه بر خشکسالی طولانی مدت و شیوع کرونا، به دلیل تسلط دوباره طالبان با بحران اقتصادی سهمگینی روبرو شده است. مسدود شدن ذخایر خارجی، سقوط منابع مالی، افزایش فشار بر سیستم بانکی و افزایش فقر تنها بخشی از تبعات آن است. اینجا مرکزی در قندهار برای توزیع کمک‌های سازمان جهانی غذا است. در حال حاضر این سازمان طی 4 دوره میان خانواده‌های شناسایی شده سبد مواد غذایی توزیع می‌کند. طبق آمار اعلام شده توسط این سازمان، از هر 4 زن باردار 1 نفر و از هر 2 کودک 1 نفر دچار سوء تغذیه شدید است. پیش بینی می شود زمستان و شیوع کرونا شرایط را برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده دشوارتر کنند. چه تعداد از خانوارها در هر دوره‌ای کمک‌ها را دریافت می‌کنند و این کمک‌ها از طرف کدوم سازمان به مردم اهدا میشه؟ این کمک‌ها به 1660 خانواده در هر دوره توزیع میشه. کمک 5 ناحیه ما با این کمک‌ها کار می‌کنیم که 8300 خانوار شامل این مواد غذایی و پاکیزه میشن. هر خانوار در چند مرحله کمک دریافت می‌کنن؟ دارنده کارت‌هایی که ما سروی کردیم، هر خانوار 4 بار میتونن این کمک‌ها را داشته باشن که هر ماه یک بسته مواد غذایی با ما توزیع میشه. پس از پایان این 4 دوره چه اتفاقی میفته؟ پس از پایان این 4 دوره شاید اونا با مؤسسات دیگر که کمک‌های پولی و نقدی دارن معرفی میشن تا اینکه بتونن زمستان سخت و سرمایه که پیش روی است را به خوبی سپری کنن. باز خانم احسان آباد خودم مریضم. کاش که ما اینجا خانم این قد دوره که بیخی دیگه. چند تا اشتک داری؟ 4 تا. ساعت چند بجا اومدی اینجا؟ از سالی که ما آمده مشکل گریزه رشته تا حال دیگه. چی میگن الان؟ چیکار کنیم؟ آره میگه کار نمیچله دیگه. الان میگن چی آرد هست؟ چی خبره؟ میگه که نمیگم مثلا میگه که کار نمیچله دیگه کار دار دیگه. شویت کجاست؟ شوی نیه شوی در خانه سر چاپ بیچاره غلطه میکنه. دفعه اول اومدی اینجا آرد بگیری؟ نه یک موبایل دیگه داد چی داد تا چاپ شام داد خب اینا رو با صحبت کردن که تینی اینجا میشه بعد ما اینجا آمدیم. خود ما این مریضیم که الان چی میگن؟ میگن که نمیرسه بهتون؟ نه والا نمیذارم دیگه کار نمیچله اینجا. هرچی ما اینجا نمیچله این کارای ساز میکنه. این اینجا مال پیش کنه نگرفته نگرفتن نه تازه که مرا برای گفت رفتم درگاه پاس نکرد. چی گفتش رفتی اونجا؟ تو بشه استاچا گفتن نی آلتی استاچا اینجا. سقوط ارزش پول این کشور و افزایش قیمت مواد غذایی به این بحران انسانی دامن زده است. در این روزها قیمت یک قرص نان در افغانستان به 15 افغانی رسیده و قیمت $1 آمریکا نیز برابر با 124 افغانی است. خشکسالی، گرسنگی، فقر و کمبود سوخت باعث رخ دادن مهاجرت‌های گسترده داخلی و خارجی در این کشور شده و بسیاری از کشاورزان را در روستاها با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. تا جایی که آنها حتی برای به دست آوردن آب آشامیدنی هم باید مسیرهای طولانی را طی کنند. بحران انسانی در این کشور هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد و گرسنگی و فقر جان شهروندان آن را تهدید می‌کند.